روزی راننده پولدار ترین مرد چینی آقای لی جاچن که کارش خریداری حلبی آبادها و ساختشون به شهرک‌های مسکونی و سرمایه‌گذاری در بورس بود بازنشسته میشه و طبق سنت چینی‌ها بهش میگه مرسی که بیشتر از 20 سال برام رانندگی کردی. این یه چک 1 میلیاردی به عنوان هدیه بازنشستگی. رانندش میگه نه من این پول اصلا نمیخوام، من 20 برابر این پول در کنار شما پول درآوردم. لی میگه تو که حقوقت ما 5 6 میلیون بیشتر نبوده، چطوری تونستی همین پول در بیاری؟ بهم خیانت کردی؟ رانندش میگه نه، من موقعی که داشتم براتون رانندگی میکردم به مکالمات تلفنیتون خوب گوش میدادم که به شرکاتون میگفتید خونه های کدوم محله رو شده 5 برابر ارزش واقعیش، بخریم تخریب کنیم و بسازیم و بورس کدوم شرکت ها رشد میکنه. منم سری میرفتم تو همون حلبی آباد یه دونه خونه کوچولو میخریدم، منم میرفتم همون جای بورس میخریدم که شما میگفتید رشد میکنه. نتیجه اینکه ما با کی هستیم خیلی مهمتر از اینه که کی هستیم. اینکه ما از کجا اومدیم و چیکاره ایم زیاد مهم نیست، مهم اینه که با کی به کجا داریم میریم. به قول چینی‌ها اگه با مگس بگردی کاسه توالت میبینی، اگه با زنبور بگردی کندوی عسل رو.